میدونی چی ترسناکه؟ این که یه روز صبح از خواب بیدار شی، بری جلوی آینه، به خودت نگاه کنی و یه لحظه با ترس بگی نکنه منم یه بیشعورم. آره، کلمش زشته، خشنه، ولی اگه قراره رو راست باشیم باید از همینجا شروع کنیم. از همون جایی که همه ما میترسیم بهش نگاه کنیم، از خودمون. منم مثل تو سالها فکر میکردم بیشعور اون آدم پررو تو صف نونه، یا اون مدیر بد اخلاقی که داد میزنه، یا اون راننده‌ای که تو ترافیک بوق بوق میزنه. ولی بعد فهمیدم نه، بیشعوری خیلی ظریف‌تر از این حرفاست. یه جور طرز فکره، یه ویروس ذهنی. خاویر کرمنت، نویسنده یه کتابی که الهام بخش این قسمته، خودش یه روانپزشک بود و یه روز با خونسردی تمام اعتراف کرد من یه بیشعورم و دارم تلاش میکنم درمانش کنم. یعنی چی؟ یه دکتر با مدرک، با شهرت، با احترام اجتماعی خودش میگه من بیشعورم؟ آره، چون فهمیده بود بیشعوری یه جور بیماریه که وقتی میگیریش خودت آخرین نفری هستی که میفهمی آلوده‌ای. مثل آنفولانزاست، فقط عطسه نمی کنی ولی بقیه دور و برت حسش میکنن، با نگاه، با لحن، با رفتار، با اون جمله من همیشه حق دارم. خب به نظرم بیشعوریه. کرمنت میگه بیشعوری یعنی نداشتن همدلی، یعنی تو یاد گرفتی برای رسیدن به خواسته هات بقیه رو نادیده بگیری، له کنی، ولی در عوض یه لبخند مؤدبانه هم بزنی تا کسی نفهمه داری این کار رو میکنی. این بیماری تو لایه‌های مختلف جامعه پنهونه، از سیاست تا خانواده، از محیط کار تا جمع دوستان، ولی نقطه شروعش همیشه یکیه، یه ذهن زخمی که نمیخواد ضعفش رو قبول کنه. برای همین نقاب میزنه، نقاب قدرت، نقاب دانایی، نقاب خیرخواهی. ببین، هممون یه جورایی تو این بازی افتادیم. تو فکر کن به اون لحظه‌ای که یکی نظر مخالف تو میده و هنوز حرفشو تموم نکرده، تو ذهنت داری میگی چه حرف مزخرفی. اون لحظه بذر بیشعوری داره سبز میشه. یا وقتی داری نصیحت میکنی ولی ته حرفت اینه که من از تو بهتر میفهمم. همون لحظه هم داری خودتو بالا میکشی و طرف مقابل رو پایین میزنی، با عشق نه با کنترل. کرمنت یه جمله طلایی داره که من عاشقشم. بیشعور کسیه که از دیگران برای پر کردن خلأ درون خودش استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون آدمی که مدام میخواد تایید بشه، اون آدمی که اگر ستایشش نکنی عصبی میشه، اگه باهاش مخالفت کنی ازت فاصله میگیره. اون آدم داره با لبخند بیشعوریشو زندگی میکنه. و حالا سوال اصلی اینه، چطور میفهمیم خودمون هم یکی از اونها هستیم یا نه؟ کرمن یه تمرین بهت پیشنهاد میکنه. میگه یه روز بدون قضاوت فقط بشین و به رفتارهای روزمره خودت فکر کن. به لحن حرف زدنت با راننده، با همسرت، با همکارت، با فرزندت، به جایی که حس کردی کسی در مقابلت ضعیف‌تره و ناخودآگاه خواستی برنده بشی. اگه از اون لحظه ها پیدا کردی، تبریک میگم، تو نصف مسیر درمان رفتی. چون بیشعورها معمولا هیچ وقت به این لحظه نمیرسن. میدونی مشکل کجاست؟ بیشعور بودن یه جور حس قدرت داره. آدم فکر میکنه کنترل دستشه، فکر میکنه بقیه رو میفهمه، بقیه اشتباهن و خودش یه پله بالاتره. ولی واقعیت اینه که اون بالا نیست، فقط از بقیه جدا شده. ما بیشعور میشیم وقتی میترسیم، وقتی نمیخوایم آسیب ببینیم، وقتی احساس میکنیم که اگه کنترل نکنیم نابود میشیم. برای همین به جای صادق بودن
قدرت نمایی میکنیم. به جای همدلی قضاوت میکنیم. به جای عشق رقابت میکنیم. بیشعوری برعکس اون چیزی که فکر میکنیم نشونه ضعف ماست، نه قدرتمون. یه ماسکه که پشتش یه بچه ترسیده پنهونه. بچه‌ای که فقط میخواد دیده بشه، دوست داشته بشه، ولی یاد گرفته تنها راهش اینه که بقیه رو زیر پا بذاره. و اگه جرأت کنی اون بچه رو ببینی، اون موقع تازه درمان شروع میشه. خب میخوایم بریم سراغ دنیای بیشعورهای اطرافمون که اونا رو چطور شناسایی کنیم و مهمتر از اون چطور خودمون یکی از اونا نشیم. میدونی چی جالبه؟ بیشعورها فقط یه شکل ندارن. اصلا خیلی متنوعن. شاید کنار تو نشستن یه جای کارتو خراب کنن، ولی تو هنوز نفهمیدی که اون الان داره بیشعوری میکنه. کرمن تو کتاب چند نوع بیشعوری رو معرفی میکنه که بریم با هم بررسیشون کنیم. اول بیشعورهای اجتماعی. همون آدمی که تو مهمونی یا جمع دوستانه همیشه خودشو بالاتر از همه میدونه. مثلا یه نفر وسط حرف همه میپره، داستان خودشو تعریف میکنه و تو هم حتی جرئت نداری حرف بزنی. تحلیل روانشناسی میگه این نوع بیشعوری معمولاً از دیده شدن و تایید گرفتن میاد. آدم از نظر روانی احساس میکنه اگه بقیه نفهمن که وجودش مهمه، خودش کم میاره. پس برای کنترل ذهن بقیه بیشعوری میکنه. 2. بیشعور کاری. همه ما باهاش روبرو شدیم. رئیسی که نمیذاره کارمندا تصمیم بگیرن، یا همکار حسودی که همیشه موفقیتت رو کوچیک میکنه. اینجا بیشعوری با ترس از دست دادن قدرت و کنترل ترکیب شده. این آدم معمولا خودش نمیدونه که این رفتارها چقدر روابطش رو داره خراب میکنه و کرمنت میگه بیشتر مواقع بیشعوری در محیط کار حاصل ناامنی و حسادت پنهانه. 3. بیشعور عاشقانه و عاطفی. میدونی یکی از دردناک ترین هاست اون آدمی که در ظاهر عاشق و مهربونه، ولی با حرفاش، رفتارهاش، کنترلهاش ته دل تو رو خالی میکنه. چرا با دوستت میری بیرون؟ با کی حرف زدی؟ من فقط نگرانتم. اینا همش بیشعوریه، چون پشتش ترس، حسادت و نیاز به کنترله. 4. بیشعوری خانوادگی. همون پدر مادری که فکر میکنن عشق یعنی تحقیر یا دستور دادن، یا اون فامیل که همیشه نصیحت میکنه ولی خودش هیچ کاری نکرده. این نوع بیشعوری ریشه در نسل‌های قبلی و عادت‌های فرهنگی داره. یعنی بچه‌ها یاد میگیرن که برای دیده شدن و تایید باید بقیه رو کنترل کنن، حتی بدون اینکه خودشون بفهمن. حالا یه تمرین کوچیک برای خودشناسی. یه روز به رفتارهای خودت تو جمع نگاه کن. وقتی کسی اشتباه کرد، اولین واکنش تو چی بود؟ خنده، نصیحت، یا اینکه یه حس بالا بودن پنهان داشتی؟ اگه حتی یه بار جوابت آخری بود، تبریک بهت میگم. نیمه راه درمانت شروع شده. نکته مهم کرمنت اینه: ما نمیتونیم دنیا رو از بیشعورها پاک کنیم، ولی میتونیم خودمون رو شناسایی کنیم. چون تنها راه این که بیشعور نشیم خود آگاهیه. یعنی وقتی بفهمیم، وقتی درونمون رو ببینیم، تازه میتونیم مسیر درست رو انتخاب کنیم. میدونی مشکل کجاست؟ بیشعور بودن جذابه. بهت حس قدرت میده، کنترل میده، حتی بعضی وقتا احترام جمع رو بهت میده، ولی قیمتش چیه؟ خودت، روابطت و آرامشت رو میبازی. بیشعورها بیشتر از این که از بقیه متنفر باشن، از خودشون فرارین. اونها نمیتونن ضعف‌هاشون رو تحمل کنن، پس دیگران رو تحقیر میکنن تا خودشون کمتر دیده بشن. اینجا جادو رخ میده.
چون وقتی تو خودت رو میبینی، وقتی میفهمی درونت پر از لحظاتی بوده که بیشعورانه رفتار کردی، اون وقت تازه شروع میکنی به تغییر واقعی. این همون چیزی هست که کرمن میخواد بگه. خودت رو بشناس قبل از اینکه دیگران رو قضاوت کنی. خب تا اینجا فهمیدیم که بیشعوری شکل‌های مختلف داره: اجتماعی، کاری، عاشقانه و خانوادگی. یاد گرفتیم که ریشش معمولاً از ترس، ناامنی و نیاز به کنترله و مهمتر از همه ما ممکنه بخشی از اون باشیم. خب حالا میخوایم بریم بفهمیم چطور بیشعوری رو در زندگی خودمون تشخیص بدیم و ازش دور بشیم. میدونی چیه؟ بیشعوری وقتی قابل تشخیص باشه دیگه نمیتونه پنهان بمونه و وقتی پنهان نباشه تازه میتونی کنترلش کنی. یه تمرین ساده و مؤثر: هر روز یه موقعیت خاص رو مرور کن که با کسی تعامل داشتی. چه احساسی داشتی؟ چه قصدی داشتی؟ یا خواستی چیزی رو کنترل کنی که واقعا مال تو نبوده. کرمنت میگه خود آگاهی اولین قدمه، چون وقتی بفهمی درونت چی اتفاق میفته تازه میتونی تصمیم بگیری که چی کار کنی. تمرین دوم: توقف قبل از واکنش. وقتی کسی کاری میکنه که تو رو ناراحت میکنه یه لحظه مکث کن. سوال کن: آیا دارم از ترسم واکنش نشون میدم یا از خودم؟ این مکث کوتاه یه تغییر بنیادی ایجاد میکنه در درونت، چون بیشعورها معمولا بدون توقف و فکر کردن واکنش‌های آسیب دهنده از خودشون نشون میدن. یه مثال ملموس بزنیم. یه دوستت یه حرفی زد که اعصابتو خورد کرد. جواب معمولی: داد میزنی، توهین میکنی یا غر میزنی؟ جواب کرمنت گونه: نفس عمیق، مکث و بعد پاسخ منطقی و محترمانه. خب حس کردی؟ قدرت واقعی از کنترل خود میاد، نه از تغییر بقیه. این درسته. کرمن یه روش عالی پیشنهاد میکنه: افرادی که دائم انرژی تو رو میگیرن یه دسته بندی کن. افرادی که بیشعوریشون آسیب کوتاه مدت میزنه، افرادی که بیشعوریشون آسیب بلند مدت میزنه. اگر کوتاه مدت مرز گذاری کن، اگر بلند مدت فاصله بگیر ازشون یا در تعاملاتت باهاشون کاهش بده. یعنی توانایی گفتن نه یک مهارت حیاتی روانشناسیه، اینجا میاد به کمکت. حالا بیایم به عمق قضیه نگاه کنیم. چرا ما اینقدر در برابر بیشعورها آسیب پذیریم؟ 1. نیاز به تایید. بیشعور حرفه‌ای میفهمه چه چیزی ما رو تحریک میکنه. اگه دنبال تایید باشیم راحت کنترل میشیم. 2. ترس از قضاوت. میترسیم بگیم نه، میترسیم مخالفت کنیم. اون لحظه بیشعوری وارد زندگیمون میشه که جا باز میکنه. 3. شناخت ناکافی از خود. وقتی خودتو درست نمیشناسی نمیدونی چه رفتاری درونت بیشعورانه است. اینجا کرمن دوباره تاکید میکنه خودشناسی کلید مقابله با بیشعوریه. میدونی یه واقعیت تلخ چیه؟ بیشعورها از 2 چیز بیشتر لذت میبرن: 1. دیدن ناراحتی دیگران. 2. قدرت بدون مقاومت گرفتن. و ما هر بار که واکنش نشون میدیم مثل آب دادن به گیاهشون قدرتشون رو بیشتر میکنیم. تمرین 4: نوشتن روزانه. شبها قبل خواب 3 موقعیت که تو یا دیگران بیشعوری نشون دادین رو یادداشت کن. چه چیزی باعث شد؟ چه احساساتی داشتی؟ و چطوری میتونی دفعه بعد بهتر عمل کنی؟ کرمن میگه نوشتن مسیر روانی درمان رو تسریع میکنه، چون ذهن تو نظم میگیره و میفهمی کجا میخوای تغییر کنی. میخوام یه راز بهت بگم: بیشعوری وقتی با آگاهی و تمرین مواجه بشه بی قدرت میشه. قدرت واقعی تو اینه که بتونی واکنش ناپخته نداشته باشی، مرزهای خودت رو مشخص کنی
و تو خلوت خودت رو ببینی بدون قضاوت. خب یه تمرین میخوام بهتون بدم، تمرینی که باید در جمع انجام بدین. هر بار که به یه جمع اجتماعی وارد میشی یه هدف کوچیک بذار. حداقل یه بار بدون قضاوت لبخند واقعی بزن، یا به کسی اجازه بده خودش رو نشون بده، حتی اگه داره اشتباه میکنه. این تمرین کوچیک کم کم باعث میشه قدرت کنترل و همدلی تو افزایش پیدا کنه. خب حالا میخوام بهتون بگم که بیشعوری پنهان نیست، تشخیصش با خودآگاهی ممکنه. تمرین ها و مکس ها باعث کنترل و تغییر میشن و مهمتر از همه با دیدن و پذیرش ضعف های خودمون تازه مسیر رشد رو شروع میکنیم. حالا میخوایم بریم سراغ چالش های واقعی در مقابل با بیشعوری دیگران. میخوام براتون از داستان‌ها و مثال‌های ملموس حرف بزنم که توی زندگی روزمره خودمون ممکنه که باشه و لحظات طلایی خودشناسی و تغییر واقعی. برای شناسایی چالش‌های مقابله با بیشعوری در اپیزود بعدی همراه من باشید. ممنونم که تا اینجا اپیزود همراه من بودید و ما اینجا قراره که هر روز یه نسخه بهتر از خودمون رو داشته باشیم. دوستتون دارم. بدرود با عشق، پادکست صدای مریم.